هوش مصنوعی بعدی که میخوام راجع بهش صحبت کنم کوپایلوته که مال شرکت مایکروسافته. آدرسش هم اینه که شما میتونید بیایید و اینجا باهاش ارتباط بگیرید. من واردش میشم. کوپایلوت هم چیز خاص و پیچیده ای نداره. یه سری از چت هاتون اینجا میاد، یه سری گفتگوهای جدید که میخواید ایجاد کنید رو از این طریق میتونید ایجاد کنید و به طور کلی فضاییه که دارید میبینید. خب من میخوام ازش بپرسم یه مقاله در مورد مدیریت زمان برام بنویس. ببینید شروع میکنه و مقاله رو برای من نوشتن. ببینید چقدر عالی، با جدول و در انتها جمع‌بندی. به طور کلی شما اینو خاطرتون داشته باشید که یکی از هوش مصنوعی های مورد استفاده ما هوش مصنوعی کوپایلوته. اما خب مشکلی که داره معمولا اینه که جوابهای مختصرتریه و اینکه شما اینجا میتونید یک فایل رو براش آپلود کنید و اینکه میتونید خلق تصاویر باهاش داشته باشید. مثلا من بهتون گفتم دیگه، به دستوری که ما به چت بات ها میدیم میگن پرامپت. پس من الان مثلا براش یه پرامپت می‌نویسم که تصویر یک دختر بچه در آغوش مادرش به عنوان مثال و بهش میگم که این عکس رو برای من تولید کنه. ببینید این تصاویر رو برای من تولید کرد. حالا شما میتونید بیاد از اپش هم استفاده کنید. ببینید اپش رو از گوگل پلی دانلود و نصب کنید. مثلا من اینجا بهش میگم تصویر یک دختر بچه در آغوش مادر رو برام بساز. یه پرامپت حالا خیلی ساده بهش دادم. ببینیم چه تصویر رو به ما تحویل میده. یه چند لحظه باید صبر کنید تا تصویر رو برای شما ایجاد کنه. میبینید که شروع میکنه به ساختن تصویر. همونطور که میبینید این تصویر رو برای ما ساخت. ببینید این تصویر از جایی نیومده ها. این تصویر رو خود هوش مصنوعی کوپایلوت برای شما اومده ایجاد کرده و پایین شما میتونید دانلود رو بزنید و از این تصاویر استفاده کنید. پس یکی از مزیت‌هاش این هستش که شما برای خلق تصاویر میتونید ازش استفاده کنید. کافیه که شما یک پرامپت خوب بر اساس مشخصاتی که بهتون آموزش دادم رو بهش بدید و تصویر رو برای شما خلق میکنه.